کسانی که خودشون رو در مدار موفقیت، عشق، فراوانی قرار میدن. نگاه کن ببین دور و بریات درباره چی حرف میزنن. نگاه کن ببین وقتی بیرون میری با دوستات در مورد چی دارین صحبت میکنی. آیا در مورد اینه که چقدر گرونیه، چقدر بدبختیه، چقدر اینجا جای بدیه، چقدر نمیدونم نمیشه موفق شد، چقدر سخته، چقدر آدمو بدن؟ آیا در مورد عشق صحبت میکنی؟ دوستات در مورد خدا حرف میزنن، در مورد طبیعت حرف میزنن، در مورد آرزوها و رویاهاشون، در مورد اینکه چقدر شدنیه و چقدر امید و اشتیاق دارن برای انجام اون کارها. و اگه فکر میکنی اینجور آدما نیستن، به خاطر اینه که با جمعای غلطی داری میگردی. اگه فکر میکنی اینجور جمع وجود نداره، به خاطر اینه که به اندازه کافی دور و برت رو خالی نکردی که آدمایی که از جنس انرژی تو ان به سمت جذب بشن. انرژی خودت رو هنوز تمیز نکردی و ما دنبال چیزهایی هستیم که معمولاً خودمون رو براشون آماده نکردیم. ما دنبال چیزهایی هستیم که هنوز ظرفیتش رو توی خودمون ایجاد نکردیم.